در کوههای نیوزلند بازی عجیبی در جریانه. با عطارد تیوی همراه باشید. توتی‌های کیا که در زبان محلی بهشون دلقک کوهستان میگن، زندگی کوچ‌نشینی دارن و گروهی مهاجرت میکنن. وقتی کنار همدیگه جمع میشن، یکی از فعالیت‌های محبوبشون وارسی کردن ماشین‌های گردشگراست. اونها دنبال غذا یا چیزهایی برای لونه سازی نیستن. این فعالیت‌ها یکی از راه‌های عجیب بازی کردن توتی‌های کیاه و اغلب دیده میشه که این کارو گروهی انجام میدن. اصلاً چرا این پرنده های کوچ‌نشین اینقدر بازیگوشن؟ سلام نازنازی. سلام خوشگل. برای کشف این موضوع راول شوینگ زیست شناس در حال انجام چند آزمایشه، کاری که با مشکلات خاص خودش همراهه. آروم. کیاها فوق‌العاده بازیگوشن. در واقع تا جایی که میدونیم بازیگوشترین گونه پرنده های روی زمینن. با اینکه بیشتر حیوانات تا سن نوجوانی بازی میکنن، کیاها تا بزرگسالی بازی رو ادامه میدن، هم تنهایی و هم گروهی. مثل خیلی از ما، حیوانات فقط زمانی بازی میکنن که حس و حالش باشه. برای همین با دادن اشیا یا اسباب بازی‌های جدید بهشون میشه اونها رو ترغیب به بازی کرد. با اینکه کیاها بعضی وقتها تنهایی بازی میکنن، راول متوجه شد که چطور حس بازیگوشی یکی میتونه در کل گروه پخش بشه. پس آزمایشی برای امتحان اینکه چرا بازیشون مصریه آماده کرد. کیاها بینایی فوق‌العاده‌ای دارن. اونها جذب رنگ‌های روشن میشن و این واکنش بسیار بازیگوشانه‌ای رو در گروه تحریک میکنه. به این صورت که از منقارشون برای خرد کردن اشیا استفاده میکنن. ولی بعد از چند دقیقه بازی تازگی وسایل از بین میره و حس بازیگوشی گروه به پایان میرسه. راول فکر میکنه راهی برای برگردوندن حس بازیگوشیشون کشف کرده. به نظرش کیاها با استفاده از یک ندای ویژه بازی همدیگر رو ترغیب میکنن تا به بازی ملحق بشن. همینطور که میشنوین کیاها موجودات خیلی خوش صدایی هستن، ولی فقط یکی از نداهاشون با رفتار بازی در ارتباطه. به اصطلاح ندای بازیه، اینطوری واو 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 واو. راول فکر میکنه که صدای ندای بازی به تنهایی میتونه حال و هوای هر کیایی که اونو میشنوه رو تغییر بده و باعث میشه که فوری بازیگوشتر بشه. اون این ندا رو ضبط کرده و قراره برای اولین بار برای این گروه پخشش کنه. فعلا همه چیز ساکته و مثل اینکه پرنده ها دیگه به اسباب بازی ها علاقه ای ندارن. آیا تنها شنیدن این ندا باعث میشه که دوباره بخوان بازی کنن؟ با عطارد تیوی همراه باشید. جواب خیلی سریع قابل مشاهده است. گروه دوباره زنده میشه. اونایی که صدا رو میشنون با هر کسی یا هر چیزی که باهاش روبرو میشن بازی میکنن. چیزی که اینجا دیدیم در کنار شواهدی از آزمایش‌های قبلی در حیات وحش قاطعانه نشون میده پرنده‌هایی که ندای بازی رو میشنون در حالت بازیگوشی قرار میگیرن. این رفتار کیاها مشابه رفتاریه که ما در خندیدن داریم. این رفتار بسیار مشابه خنده مصری در انسان هاست. وقتی که شنیدن خنده یه نفر حالتون رو بهتر میکنه و حتی ممکنه شما رو بخندونه. این اولین باره که چنین اثری در یک گونه پرنده کشف شده.
این که کیاها برای تحریک حس بازی در گروه یک ندای خاص از خودشون در میارن نشون میده که بازی با همدیگه هدف مهمی رو دنبال میکنه. حالا این سوال پیش میاد که چرا برای بازی کردن به همبازی نیاز دارن؟ راول فکر میکنه که جواب این سوال ممکنه کلید زندگی در جوامع هماهنگ باشه. اینطور که فهمیدیم براشون خیلی مهمه که ندای بازی و اثر بازی رو داشته باشن، چون حس همراهی رو در گروه ایجاد میکنه و علاوه بر این باعث میشه به طور مسالمت آمیزی همزیستی کنن. برای کیاها در حیات وحش ترغیب بقیه برای پیوستن به بازی موقع انتقال از یک گروه به گروه دیگه مهمه. این راهی برای آب شدن یخشون و دوستی با همسایه‌های جدیده. ایجاد سازگاری یکی از مزایای بازی با دوست هاست و حالا دانشمندان فکر میکنن بازی گروهی میتونه به حیوانات کمک‌های دیگه‌ای هم بکنه. بازی گروهی واقعا مزایای زیادی داره و این یکی از زمینه‌هایی که دانشمندان در حال تحقیق و پیدا کردن جوابهای شگفت‌انگیزش هستند. بازی گروهی به بازیکن‌ها مجموعه کاملی از مهارت‌ها، رفتارها و دانشی میده که میتونن در طول زندگی ازشون استفاده کنن. در حقیقت وقتی که دانشمندان داشتن بازی حیوانات رو با جزئیات بیشتری مطالعه می‌کردن، متوجه شدن که انجام بازی‌های گروهی میتونه از نظر ذهنی خیلی چالش برانگیزتر از تنهایی بازی کردن باشه.